آقای حسن یزدانی قهرمانه؟ چه وزنی؟ خب خدمت آقای حسن یزدانی هستیم، قهرمان 70 کیلویی ایرانی. چی شد که طلا رو به نقره عوض کردید به نظر خودت؟ کاری کردم بدنی که میتونست کشتی بگیرم نگرفتم. کشتی مقابل فینال قبل که فینال برسم کشتی خوبی گرفتم، فینال رسیدم معلوم نیست برام چیزی کوب کرد. با این حال خدا رو شکر میکنم انشالله که بتونم مسابقات بعدی بتونم جبران کنم. چند سالتونه شما؟ من رفتم داخل 21 سال. خب آینده‌تون خیلی درخشان هستش، سال آینده است، المپیک هستش. به من بگین که مسابقات چجوری دیدی؟ حریفا رو چجوری دیدی؟ مسابقات خیلی سخت بوده و همیشه سال قبل المپیک مسابقات جهانی خیلی سنگین جلو داشتن. از نمونه کسب زمین المپیک وزن ما در صحنه المپیک نداشت. مسابقات سنگین بود، بیشتر تیم‌ها می‌خواستن خودشون قهرمان کنن. مسابقات خوبی بود، حریفای خوبی داشتن. سال آینده خودت که سهمیه المپیک کسب کردی شرکت می‌کنی یا باز مسابقات انتخاب وزن ما که سهمیه المپیک نداشت. وزن 74 که کسب کرد. پس باز باید مسابقه باید داخل ایران مسابقه بدین، هر کس بهتر بود اول شد میان المپیک. بسیار. به هر حال تشکر می‌کنم. از شما